یه تمرین فول بادی وینیاسا. پای راست رو میکشی بالا، میاری تو شکم کرانچ. پا رو میاری بیرون دستت قرار میدی مثلث افتاده. پا رو میبری بالا، با دستات میری به سمت پایی که رو زمینه. با تعادلت میای بالا، پا رو میذاری انتهای رانت، حرکت وریکشاسانا یا درخت. پای راست رو میاری تو شکم، یه گام بلند به سمت جلو، پیرامید پوز. پای عقبی رو بلند میکنی از زمین، جنگجوی 3. پای عقبی رو میذاری دور، های لانج. آروم زانوتو میذاری زمین، لو لانج. دست مخالفتو میذاری زمین، پیچ میری، پیچ لو لانج. پای جلویی رو صاف میکنی، میری توی نیمه 180 و میری وینیاسا چاتورانگا، سگ سر به بالا، سگ سر به پایین. این حرکت رو برای 2 طرفت انجام میدی توی